خب بفرمایید برادر عزیز دلشاد، بفرمایید سوال خود را. السلام علیکم دومولو محیدین کبیری و تمام بینندگان توجیه زبانان عزیز. من دو سوال داشتم دومولو به شما. اولا هنگام صحبت در بخش مستقیم برنامه شوکت محمدی شما رئیس جمهور را همچون به ویران نمودن سازشنامه استقراری صلح و رضایت ملی متهم نمودید و من سوال داشتم که رفتاری که حالتی که سالهای 2014-15 از جانب پیروان حزب نهضت اسلام مخصوصا نظرزاده که روح داده بود که ما علاقه در سامانه ها هم اصلی حالت را دیده بودیم، گواه شدیم، مگر ویران نمودن سازشنامه نبود. و سوال دیگر هم این است که اساس در برآمد خویش حاضر چند دقیقه پیش گفتید به تاجیکستان به 10 گونه دولت‌های کورپسیا یا خود 15 گونه محدودیت دین یا خود آزادی سخن گفتید. برای همین آمارهایی که شما بیان نمودید یگان اساس هست، یعنی یگان نتیجه گیری در بین دولت ها شدگی است که ما بینیم که بغیر از سخنهای شما یگان اساس دیگر باشد که به همین 10 گونه یا خود 15 گونه شما تاجیکستان وارد می‌گردد. سلامت باشید برادر عزیز، حالا در خط باشید. من سه سوال مهم گذاشته، تشکر که همین سوال‌های باسوادانه و با منطق گذاشته میشد. اگرچه یعنی بگذار شما طرفدار حکومت باشید مخالف ما باشید، این مهم نیست، مهم که با منطق و از روی آداب و با فکت و رقم صحبت میشه. حالا من برای چی گفتم شما در خط باشید؟ برای اینکه بعد نیست یک کمتر با هم صحبت کنیم. شما گفتید که من امامه رحمان رو به نقض سازشنامه صلح متهم کردم و نهضت اسلامی تاجیکستان هم در سال 2014 و 15 کارهایی را کرده باشند که آیا این نقض سازشنامه بود یا نبود. بله، من برای آنکه امامه رحمان رو متهم به ویران کردن سازشنامه صلح کنم دلیل دارم. در سازشنامه صلح آمده بود که امامه رحمان تنها یک دفعه بعد از امضای سازشنامه به مدت 7 سال پرزیدنت باقی خواهد ماند. یک دفعه دیگر رو باز با همون زارا و گیره و ناله در وقتی کمیسیون رشد ملی کنسیا رو اصلاحات میکردن برای آنکه ازبکستان هجوم کرده ایستاد است و دیگر من آخران وعده رو میدهم دیگر تمام با همین. ولی الان بعد دیدیم که نه، باز کنسیا رو باز تغییر داد و باز خودش ابدی خودش رو پیشوا کرد و تا آخر پرزیدنت باقی میموند و باز پسرش رو به جای خودش تیار کرده است یا دخترش رو، یعنی حکومت رو حکومت خانوادگی کرد، در صورتی که در پروتکل های صلح سازشنامه آمده است که در تاجیکستان باید یک نفر بیشتر از 2 دوره یا خود پرزیدنت 1 دوره بعدش 2 دوره نمیتواند باشد، انتخابات دموکراتیک باشد. در سازشنامه آمده است که در کنستیتوسیا حزب دینی باید عمل کند. این سازشنامه است، این رو بگیرید بخونید. شما من برایم گفتم شما در خط باشید، شما یک بار متن سازشنامه رو حتما خودید دلشاد جان، یگان بار متن سازشنامه و پروتکل ها رو خواندگید شما یا نه؟ یک بار بخونید، یک بار چرا حکومت تاجیکستان متن سازشنامه رو نشر نمیکند، پنهان می‌دارد برای اینکه مردم آگاه نشود؟ جشن میگیریم هر سال 27 ایون جشن وحدت رو، اما مردم نمیدونن چرا جشن میگیریم. اما در سال 2014 و 15 برادری عزیز، اگر نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر کدام حزبی طرف صلح یگان جنایت میکرد که سازشنامه صلح ویران شده است یا قانون ها رو ویران کرده است، باید یک دادگاهی آشکار شود، فکت و رقم بیارن که خب محمد علی حیید، سید عمر، بزرگ مهریاروف، زید سیدوف یا محیدین کبیری، من حالا با حکم ابد غایبانه محکوم شدم که در دنیای خیر بغیر از چند کشور دیکتاتوری نیست که یک آدم خودش در سود شرکت نمیکند، ادوکات ندارد، او را غایبانه حکم صادر میکنند. خب بیا در نزد شما شرکت کنید، من شرکت کنم، جهان ببیند که ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این جنایت رو کردیم. اگر حکومت دلیل دارد
فکت دارد چرا از مردم پنهان میکند؟ چرا از جهان پنهان میکند؟ چرا از ژورنالیست‌ها پنهان میکند؟ اونه که در فیلم نشان میتین یا در یوتیوب در جاهای دیگر و شما اون رو دلیل میارید، این دلیل نیست برادری عزیز. من هم میتونم در یوتیوب یک صحبت کنم بگم که دلشاد فلان جنایت رو کرد، فلان کار رو کرد، فلان مقدار دزدید. گپی من دلیل شده نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه من فکت ندارم. اگر من دلیل دارم اون رو با مردم پیشنهاد میکنم در یک دادگاه، در یک سودی آشکار. اگر که ندارم پس حرفم به اساس است. ما وقتی میگیم که امام علی رحمان این کار را کرد دلیل داریم، در سندها ثبت شده است و سازشنامه هست. وقتی میگیم که فلان مقدار رو دزدید ما فکت داریم، اما دیگران هم فکت بیارن. بنابر همین برادر از این به بعد وقتی که صحبت میکنیم در اساس فکت و رقم. شما سوال دیگه‌تون گفتید که من تاجیکستان رو میگم که جزء 15 کشور کروپسیونی، 10 کشوری سربسته و دیگر. آیا فکت و رقم دارم یا نه؟ بله. بازم سوال چخیلی که درباره سازشنامه پرسیدم، آیا شما گزارش سالانه مثلا فریدم هاوس را که معتبرترین سازمان جهانی درباره مشخص کردن ایندکس آزادی‌ها در جهان است یگان مراتبه خواندید؟ همین سال 2020 را خواندید که تاجیکستان در جای چندم است؟ برادر دلشاد؟ خب تشکر زیاد دوملو برای جواب بگید. شما این گزارش سالانه شما گزارش سالانه فریدم هاوس را خواندید که تاجیکستان در جای چندم است؟ من حاضر شما گفتید من به خودم قید کرده گرفتم. حاضر بعد از پخش مستقیم شما البته من شناس میشم با این چیز، با این معلومات. تاجیکستان در جای هشتم، یعنی در قطار کره شمالی و سوریه و اینها در جای هشتم است. حالا با یک بار دیگر بخونید. شما گزارش سالانه ترانسپرنسی اینترنشنال رو بگیرید که کروپسیا را در جهان هر سال تحقیق میکند و گزارش نشر میکند. تاجیکستان در جای چندم است؟ شما گزارش کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل یا که امریکا را بگیرید که تاجیکستان در جای چندم است. وقتی که ما میگیم برادر عزیز برای هر کدوم اینا دلیل داریم، فکت داریم، اما وقتی که ضد ما میگویند، حکومت تاجیکستان میگوید یا طرفداران دیگر، یگان فکت ندارن، فقط در اساس آوازه، دروغ و بافته‌های خودشان هست. که همین است که در جهان هیچ کس بغیر از حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو نه تروریست، نه اکستریمیست و نه تبادلاتگر نمیشناسد، چون اثبات نیست. اما تمام دنیا میگه که بله شما اپوزیسیا درست میگید، امام علی رحمان دیکتاتور است، بله شما درست میگید کروپسیونر هست. برای که این حرف من نیست، این حرف خودی اونها هست و دلیلم برای این دارم. برادر دلشاد خداوند نگهبانتون باشه. خب برادر دیگر اگر خب نفر برادر با نام دلشاد، شاید دلشاد دیگر هست چون یک دلشاد یک مرتبه صحبت کرد، اگر همون باشد یا کسی دیگر بفرمایید. من بازم همون هستم. بخشش زیاد وقت کش میکنم بسیار نگیرم. من همون اموری که شما گفتید در فریدم هاوس من حاضر در اینترنت جستجو کردم و معلوماتی که شما گفتید پیدا نکردم. راستی معلومات من دیدم که در اینجا آورده شده است. статистика рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских свобод гуфтаги. Лекин дар онҷо албатта Тоҷикистон 197-ҷо агар хато накарда бошам ҳамин хел буд. Агар имконият бошад ҳамун оморе ки шумо гуфта гузаштед чандум аст дар ҳамун рейтинг бародар Дилшод? ҳозир ман бояд як бор дигар мебинам. Агар имконият бошад ҳамун оморе ки шумо гуфтед имконият бошад ҳамин як бор ба пахши мустақим пайваст мекардед, чунки ман чанд маротиба дидам. Аллакай дигар видеонаворҳоро метавонед пайваст кардед. حالا همین چیزی که چند دلشاد همین چیزی که چند دقیقه پیش دیده من دیدگیم مثلا 2 ماه پیش بود وقتی که سخنرانی رو در دانشگاه واشنگتن آماده میکردم برای که سخنم به دلیل نباشد. اون وقت من رفتم اینترنت و اون ریتینگ رو برآوردم و همون ریتینگ رو در سخنرانی هم در دانشگاه واشنگتن جا کردم. حالا 2-3 ماه گذشت، خودت چند دقیقه پیش دیدی جای چندم بود تاجیکستان در همون ریتینگ؟ 100 چندم گفته؟ 197. خب ببینید 197 از 200 کشور
من اون وقت جای هشتم، یعنی ما و عربستان سعودی جای هشتم بودیم وقتی من دیده بودم. حالا اگر 197 باشد از 200 کشور است در سازمان ملل، خب باز وضعیت بدتر شده است. یعنی وضعیت بدتر شده است برادر عزیز و خودتون گفته ایستادید، خودتون دیده بودید. یعنی حالا میگید که همون من با شما پرتایم، شما خودتون دیدید، چی دیگه ضرورت داره که من با شما پرتایم و پیدا کنم؟ یعنی در همین من میخواستم بله بخشش گپتون رو گرفتم. میخواستم همین دو نقطه رو قید کنم که اگر یکم امور که پخش میگردد همون اساس خودش رو هم می آورده در همین ویدیو پخش مستقیم خیش و دیگرش همین با اون شخصایی که کامنتاری می نویسن، یعنی پیغامک ها میمونن. ما اولا تاجیک هستیم، یکم برنامه برای تاجیک رو بدبینی نسبتی تاجیکی دیگر به فکرم پیش بینی نشده است، لیکن متاسفانه امروز هستن برنامه به مثل این برنامه‌ای که امروز شده ایستاده است، تاجیک رو به تاجیک بدبینی نموده ایستاده است که علاقه این آزادی عقیده رو محدود می‌سازد. این فکر من است و در کامنتاری شما علاقه میتوانید این فکر من رو اساسش رو ببینید. ببینید برادر عزیز، حالا من سوال دارم با شما. همین صحبتایی که ما کرده ایستادیم تا این لحظه 1.5 ساعت شد، در اینجا یگان تلاش برای تحقیر، برای بدبینی یگان چیزی هست؟ مثلا شما که شما با ما بحث کرده ایستادید، بحث بسیار منطقی و خوب. همین بحث کجایش بد است؟ هر دوی ما دو تاجیک، دو هموطن صحبت کرده ایستادیم. برعکس این گونه برنامه‌ها بیشتر باشن خوب نیست که ما بالاخره در این بحث حقیقت آشکار می شود. شما دلیل آوردید از ریتینگ فریدم هاوس، من دلیل آوردم. حالا ممکن 10-15 نفر دیگر بروند ریتینگ ها را جستجو کنند که کبیری راست میگه یا این برادر راست میگه. این برنامه مگر به فایده ملت نیستند. حالا من برنامه دیگر رو در کار نداره که در اونجا حقارت هست، در اونجا تحقیر یکدیگر هست از هر دو طرف، ولی برنامه ما که در اینجا خدا را شکر ما و شما یکدیگر رو حقارت نکرده ایستادیم، چی بدی دارد این برادر؟ همین و پیغامکی که بین صحبت شما با دیگران یا خود با من یک بار میدیدید بعد میفهمیدید چی بدی دارد. علاقه ما رو تحقیر دارن. من در اون سبب با اون مقصد گفته ایستاده هستم که برای من و شما اون کسایی که حقارت میکنن معیار نیستن. شما در زیر دلخواه نوار یوتیوب اگر منظورتون کامنتاری و این پیام ها باشه، در اونجا طرفداران حکومت، طرفداران اپوزیسیون رو حقارت میکنن، برعکس طرفداران اپوزیسیون طرفداران حکومت رو حقارت میکنن. در اونجا یک بازار است واقعا. برای من اون معیار نیست. برای من معیار انسان‌های باسواد با فرهنگ مثل شما هست که اینجا در آمده آزاد صحبت کرده ایستادید و ما با هم همدیگر رو فهمیده ایستادیم. اما این که در کجای مثلا یک ابله از بام بیافتد گردن ما بشکند، خب یک کس در یک جا تحقیر میکنند، مرا تحقیر میکنند. شما مثلا در همون کامنتاری ها ببینید که چقدر مرا تحقیر میکنند، دشنام میکنند. خب این من بعد صحبت نکنم با مردمم، با ملتم؟ نه برادر، این خیر نیست. بنابراین همین شما هم خیلی با جرأت بیاید در ملاقات ها، در صحبت هایی که ما هستیم برآمد کنید. امیدوارم که روز به یک وضعیت میرسیم که در تلویزیون های دولتی تاجیکستان هم، در شبکه های رسمی تاجیکستان هم انا خیلی مردم مثل شما حق داشته باشن که بیان آزادانه با پرزیدنت و دیگران سوال بدهند و آزادانه مسائل رو مطرح کنند. سلامت باشه برادر عزیز.